سرابی زندگی پر فتنه یابم کجا آدم که دردی سر ندارد اگر یابی دل از در آری کجا آبی که او دل بر ندارد غمی عالم فراز و بر ندارد خاموشی و زیری خوب اما دردت خاموش نیست آتش عشقت نودوی ترین محبت رو میسوزد و میسوزم اکا جان چی ساختی؟ محرک بادی بزن جان امورته محقق اوپا بچی؟ چی خیل بچه؟ وقتی این دستگاه به کار در اومد هم خونه ما روشن می شود و هم بدون کشی ما کم اکا جان این محرک بادی فقط خونه خودم رو برق می دهد؟ ها از سببی که خورده است این تنها برای یک خانه فقط برای خانه خودم بعد همسایه نمیتوانند از ما برق بگیرند؟ میتوانند فقط به یک شرط چطور؟ ها انمان بلندی را دیدی؟ اگر از همین دستگاه در آنجا دو تا بزرگش را نصب کنیم تمام دهه همون میتواند با برق تامین باشد حتی میتواند دهه همسایه هم از آن برق بگیرد اکا جان چرا همین کارها رو در خونه پیشترمون نکردید؟ در آنجا نصیب نبوده است نصیب دادر جان هم برو بخواب بزن بزن چرخ بزن جان من اوپا ما گیر بزن چرخ بزن جان من چرخ بزن 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 کاوگا کی جان ناله کنه جانشه ها داماد مبارک شود این امان خری کهنه آخرت کهنه زنت نو کو
این در نبودن ما صاحب زن و 3 فرزند شده ای کو پهلوان. اکو خداوند که داد کی او از کجای گفتن نمیپرسد. راست اصلا گاو با گوساله اش زیب داردو لیکن با 3 گوساله نده. ایستا که آب و اردت بسی میکند صغیر پرور. تا روز دارم نصیبشون بود. خیلی این که رزق و روزی این بچه ها هم در دست خداوند است. راست لیکن رزق روزی خورده صغیره مردم زود کلان می شود. اینش هم خواست خداوند است. تو مفتون آچه این صغیره ها شده می ترسم که از خانه و درت مفت خلاص نشوی. صغیره پرور باز بینده. کشت اومدیدی. ایت گیران شد. من شد کو بشن جان.
اوچا ای اوچا اوچا باز سیمی همون انتن را کنده نه؟ ای بچه هم نفهمیدم پوچم کتی همون سیمی انتن زدم کنده شد. آخر یک هفته باز من فیلم هندگی را انتظار بودم. زیغ نشو رو همون عمک عبدالخالق خانش پیسرش استا گرفته بیا ساز میکنه. میتونسته باشه یا نمیتونسته باشه؟ استا هست میگویند میتواند رو التماس کن میبیاید. خیر یک روم. عبدالخالق ای اکای عبدالخالق لبای اکای عبدالخالق در خانه؟ اکای عبدالخالق کنیست مادرم اجیغ زنم؟ نه با من پسرشان در کار میگویند که آنکه سستا بودن یک تلویزیرمون رو میدیدن شاید عیبی انتینه باشد یعنی به شما من لازم من حاضر یک لحظه اکا جان من اینها رو جمع کنم جمع کنی هم میشود ممکن من دیرتر باید خوب میرویم صاحبه چند روز آخر شد که پایک از لب او کنده نیست چی در خونتون حال ساختین؟ ما یه دردش میداری ها و بچه نومدگی فایده میشنه نشد نه نشده است انا یک میشود و باز گم میشود یک بار دیگر کنی بین انا شد مانه شد هزار رحمت بچه برکه یابی بیا یک پیاله چای که گرم تیاره چای تشکر همسایه آمده بود یک پیاله چای میگرفتی بیشش دستکا درد نبینم تشکر بیا بشی اخی نصیب میشود ای بچه هم هزار رحمت تو میندارم
خونگیاتون سلام بگو. خب ناز کنید. ای دختر ما وقتش خوش شده. ما مردمی دختر با انا دیدی؟ بس کن این طرف یادمی نکن. همین جای بازی های افتاد می همین قدی کجا جای بازی هست. چه کودکان اینا. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم رئیس. و علیکم السلام. سلام. تنجید شورا همه نفسد. رحمت. نغزید. درسته تنجید. شما رئیس از همین کارهای نیمکلاتون هیچ نماندید ده؟ میبیارید ساز میکنید 1 ساعت پس باز ویران میشود. باز ساز میکنید باز ویران میشود. همین شب آدم یک کار نیت میکند باز برق میمورد. اقند دشت زند بچه انما عبدالخالق. همون عبدالخالقی که نو زن گرفت است کو یک فیرفیرک تور کرده است. شمال میگردد لامپچکا گریان میشود. او همون بیارید یک بار ساز کند آخر بیند آخر درستر بیند. غیر همین استاد دیگر استاد نیست. میتونم راستی داره همیجا. هیچ کاراتون برار نمیگیرد. شما خودی هیچ گپ فهمونده نشد. بیاید بندی. ای همین مردک از همین گپاش هیچ نمانده. هیچ گپ نه گفتن میگیرد. ای بچه کدام عبدالخالق باشه؟ ای بفکرم این همون عبدالخالقی که نو زن گرفته بود. بچه همونه. فهم. معلوم که فیزیک نقص خونده است. یک رفته دیدن در کار. اکو رئیس همی پانسبی جمع کنین یک تا نوشه بیارین میستین دیگه مرا نگاه کرده. استا احتیاط باش. کار کرده همین سیم ها رو هم نو کردن در کار. صغیرت کو؟ کدومش؟ نمیبینی؟ کدامش؟ تلویزیون همسایه اساس داره. چه؟ در خانه خودمون کار نیست؟ باغ دیدی؟ یک وجب سیب ریختگی. تلویزیون پولو سیب پول نیست، زردالو پول نیست. ای سنکی میفهم. سیل کردید مردک. همین خلکی بوده است نماندید که. فیق نکن. فیق نکن. من به تو 100 بار گفتم که همین صغیره کلانی تا نبیار. کمان صغیره نیست. ایتو سنوکتگیر محمدانا. تو چی فیق داری؟ نه تو چی فیق داری؟ او تلویزر گفته با یگان فلاکت رو بسرمون نبیارد. او چی فلاکت بسرمون میبیارد؟ بای دخترک خودش اومده خواهش کرد. انا نو کلت با کار در آمد. تلویزر بهانه شیطان میتواند با گردنش سوار شده چنان فلاکت برخیزاند که برای 7 پشتمان بسی میکن. انا نامش گیرو گوشش کش.
پرویز جان لبا اوچه جان جانی اوچه میدونم با تو آسون نیست عذاب داری همش رو میفهمم لیکن من به خاطر تو به خاطر خواهر تو دو درست شوهر کردم تو بچه میبینم شبها به وقت میایی زیخ هستی لیکن تو همه رو فهم وای هر روز اما که دو بای دارد من در این خانه روز ندارم کمتر هم باشد انصاف کن بچه آخر همش رو میفهمی کن انجینیر آنا خر در باغ خرمی هیزم تو را انتظار چار مگیر استا کلی تبید آهانی دنیا جمع کرده توبه میشد که بچه با هنر بوده است راست میگی آفرین خندش زند دختر تو کجا نگاه کرده استودهی؟ با بالا نگاه نکن با من نگاه کن ها برای اینجا نگاه کن آها نخندید با من نگاه کنید دقت یک دو راو بیا دو سامان تایر که پگده دو سامان جان نباید بسی برای پاس برد کلاتا راست گیر این خیل نه چشماتا خوش رو گیر اینجا رو نگاه کن آها ساز نگاه کن ایستا میخیل خب میگیریم سازیست جواب بیا دیگری زودتر بیاید شنه خوش رو بسته راست برای نگاه کنید کلا راست گیرید میگیریم یک دو سه جواب دو سامان جان رو تیار کن بیا برای پاسپورت شیر اینجا زود باش خب برای پاسپورت کلا یک طرف کن با اینجا نگاه کن نمیخندیم یک دو سه مرحمت با شما جواب تمام خوش آمدید همتون خوش آمدید پگاه بیایید برای پاسپورت خیلی جوانید روید به خانه هاتون پیش خانه حق نظر بیایید پگاه زود باشد روید به خانه هاتون
گفتم که برای پاسپورت شما جوانه ده. سیز حرکت که گوداکو. چیخیل بچه ها. این گوداکو از پاس میرم تو خونه را. ای گوداکو، ای گوداکو. برسیم. هماگی 75 سوم برو ما دیدی؟ بس یه روز 75 سوم خی. اکا. همون صورت را نمیتی؟ کدوم صورت را؟ صورت های گرفتگی را. سامونی داری؟ سامونی جون. داری؟ نداری؟ اکا سامونی ندارم نسک نخل نمیشه. نسک نخل؟ اوجه را دوشنبه میگم فهمیدی؟ بچه مسرور دوشنبه در اونجا با نسک نخودی تو با من صورتو را نمیتونم فهمیدی؟ راست میگم. تو با من سامونی جان من با تو صورت جان فهمیدی؟ نه. بسیار خوب جواب. بچه مسرور اینجا بیا. چی میگی؟ خرود داره در خونه؟ خرود نیسته. نداره؟ نه. را از اینجا سامانی بیار فهمیدی؟ سامانی خیلی بریم اکا. پایان‌تر بریم چی همیشه باشه. شما میدونید که ما همه وقت یخماسوی بهترین یخماسویتان چند پول نمک؟ برای شما یخماسوی پیشینه؟ نه یا که نه؟ بله نه از اون طرح رو گیرم. نه سلام علیکم. سلام علیکم. یخماس میخوریم چی؟ یخماس وارم که یخماسوی نه. نه شب شاید خانم زیبا گیری فکر. نه وای نمیشود. برای خانم زیبا این اکجون نایشتیم چیکار؟ این مرحمت این یخماسوی نه آورده. چند سومون؟ 3 سومون نشود که برای شما مرحمت. تشکر با شما تشکر. نازمونه شما هم رحمت. عبدالخالق او هستید شما؟ استاد السلام علیکم. خوش آمدید خوش آمدید. جنبیده گشتید آخر؟ زندگی نه جنبی می جنباند. این چیست؟ خاک از جنبی موشا خلاص کردم. زندگی بود که ما هم نزد شما آمدیم. خوش آمدید. پرویز لازم شدمان پسرتان. پرویز؟ ها پرویز یوان گپی مهم بود. 2 روز شد ترانسفورماتور دیگه هم داده ایستاده است. مردم بی برق ماندند. همواره یک خبر یک میدیدکشه. آخه وای پرویز 2 درزه هیزوم بسته نمیتواند و با ترانسفورماتور چخیل میفهمد. دیگه به آوازه که پسر عبدالخالق 10-15 شونر. اوه من نمیدونم چند 50 شونر لیکن یک فرفرک ساخت انا 1 روز برق میدهد و 55 روز نه. این فرفرک هر کس ساخته نمیتواند. این خیلی هنر از دست هیچ کس نمیآید. خیلی؟ ها اگر که همین در کار شده باشد همین پرویز آمد من روانش میکنم. بیایید سلامت باشید. تشکر. رفتی سلامت باشید. خیر من رفتم. سلامت باشید. باز میاییم. رحمت. به هر حال آمد یک ماه بیند. خوب استاد. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. اکا جان امروز دیرکتر مکتب شما رو پرسید. چی میخواست است؟ سینی اما که عبدالخالق گفت که اگر بیاد اما رو بینن. امروز دیر شد پگاه میبینم. سردار این مردم دهه ما همش با یکدیگر مانندند. اینش از دیگرش فرق نداره. فهمم. اکا عبدالحمید معلومات های داده شما را سنجیده میبراییم.
و این خدمت‌های شما را هرگز فراموش نمی‌کنیم. نه رفیق سردار، تا وقتی که هستیم ما در خدمت تیاریم. این وظیفه جانی ماست. التماس دیده برایت. حتما دیده میبرایم. سلامت باشید. سلامت باشید. باوری دارم که دیگر ویران نمی شود. سلامت باشه. السلام علیکم همسایه. و علیکم نغزه تنجه. نغز رحمت شما نغز است. این مبارک شود. چی؟ این دخترتون پرانچک شده است کو؟ در همین جا بوده ایو؟ من تو رو در باغ کفته گشتم. بیا بیا، این شمال همی تا فقط طرف همی خانه ما بپرونن. شمال فقط طرف خانه خودت گردد؟ گلاه من چی؟ بیا که آمدی. بیا 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 حمید بای. السلام علیکم. علیکم السلام. این من هم بیهوده بولشوه نبرو آوردم. رفتیم خوش آمدی. بیا 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 بیا. مرحمت. بیا بیا. انا یوم باش کن. رحمت کم نشوی عبدالخالق، کم نشوی. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرون نه. خیریتی قدم. الله اکبر. الله اکبر. زنک جان یگان چیز بیار. خوش آمدی. کنی داری نه؟ خوش آمدی. تشکر. سلامت باشید. بلندی کرد. سلامت باشید. این آمدن من یگان کس نفهمد. عبدالخالق.
با یگان گپی مهم آوردی. یا زوری دنک مولدی سلامت باشید عبدالخالق. زوری عبدالخالق زور. شد رئیس جماعه از کجای پولی کلام به دست آورده است؟ با یگان راه و واسطه میخواهد که همین پول آب و لای کند. تو دیگر کار نداری حمید بای؟ گپه نبور عبدالخالق، گپه نبور. این اژدهاری جماعت همراهی اژدهاری مکتب زبان یک کرده. میخواهند که صغیره ککنی تو را در گرداب بلا غرق کنند. برای چی صغیره مرا؟ صغیره اوگه تو را. خداوند آدم را یا خوب خلق میکند یا گنده. لیکن چگونه مخلوق بودنی تو را من نفهمیدم حمید بای. نفهمیدی تو خوبو ما گنده. اوی عبدالخالق، وقتا که این صغیره ککنک به سری تو یگان بلا را آورد، انا آن وقت عبدالحمیده بد میفهمی. الله اکبر. مردک عبدالحمید آدمی خوبی خدا. ای چهار طرفت قبله.
کجا بودی توی وقت؟ ساعتی چند بار اومده بودی؟ یک شیشه چراغ ساعتی چند بار اومده بودی؟ تو نیمی شب کجا گشتی تو؟ نمازی شام تاریک شد. مصروف داری؟ همسایه چی فکر میکنن؟ این قشلاق چی فکر میکنه؟ تو یکون بار فکر کردی؟ این منم دختر بچه بودم هیچ وقت نمازی شام بیرون نمیبر اومدم. نخوردم نپوشیدم تو یک کلان کردم. برای منم آسان نبود. روزی بود که اهوش رفتم از گشنگی توی گفتم من جون کندم. امروز تو سری من خمیدم. تمام محله میدونن. حمید که دید تمام محله دید. فکر نکردی نمازی شام شد دختر بچه هستی دختر بچه نام داری بی پدر هستی پدر دار میبودی با قنوتی تو پدر میشد. این خیلی مادر بودن مردنی من بهتر است. یک دختر تربیه کرده نتونم. تو منه موش به این فریب دادی. تو منه من دو کودک تو را دیده گمان کردم که پرویزت سینمک. اگر میفهمیدم که باز این پرویزی تو انجینیر الکتریک است هیچگاه من تو را نمیگرفتم. حالا هم دیر نشده است جوابم را ده میروم. من از شمالی از تقدیرم قسمتم دامنگیر میشم. چی؟ میروی؟ کجا میروی؟ میروم من تو رو نغزیدم زنک. خشاوه جروب زنی دوخ کشی تو را حتی نغزیدم زنک. بچه هایم رو چی؟ بچه هایت رو پرویز رو چی؟ باز پرویز. این پرویزی تو یکان روز من دیوانه میکند. جارب رو بیارم مردک جان. جارب چی کار بکنی؟ خیلی جوگر پدا چی شیشتی؟ نه من جوا سر نمیتونم. 50 سر نمیتونم. تو نگه من 70 سر نمیتونم جوا. چند سر؟ من یک کار کنم چند سمو خریدم من مهنت کردم با این کار. شما کاوی خریدین چند سر؟ یا خریدن کجا قپیدن کجا برادر تو مهنی دویدگی من پول بخریدم یا 100 سمو میتونم سرش میتونم جوا. خیلی 80 کار کنم کار کنم 60 100 زیاد نیست. این جمع نبود کار کنم جمع پنج خیلی خیلی یا برات مونم جوا. ایران خیلی ما جبزان آره صاحب خیلی 80 کار کنم کار کنم 60 100 زیاد نیست. این جمع نبود کار کنم جمع پنج خیلی ادختا بیس ساعت دست مرا ما ایامو صغیره چی میدونم جوان مرد است. خیلی جوان مرد است. من جوان مرد نیستم. همو جوان مرد. ولی میبینی این میروه من تا اینجا میمونیم یا که صغیره قطی صغیره میگردن همین خیلی فاه ایجا بیا میدم بس ای سرده دستی مرا سرده کیره زدی؟ مطرح بگم کیره زدی تو؟ دست تگیر گم شو از اینجا ابله تیز گم شو رفتیم ای صغیره مطرحی تا نمیمونم فهمیدی؟ ولی میبینی ای صغیره ولی ما قطعی دیگه چه کام میزم فهمیدی؟ مرد میبودی میستادی ابله
هرچند که از این دیه دل کنده نمیتوانم، ولی کسی مرا خوش ندارد در این دیه غیر از تو زلخمار. پرویز تو اعتبار نده. در جمعیت خیلی آدمون زیادند. نه تو چی ها میگویی؟ من بر وقت فراموش کردم. مرا دیگر چیز عذاب میدهد. چی؟ مرا در دیه کسی پشتیبان نیست. من باید از دیه برآمده روم به خدمت وطن را پاسبانی میکنم، وطن من را پشتیبانی میکنه. مادرت، خواهر و دادرت چی میشود؟ عشق ما چی میشود؟ مادر و دادر و خواهر تو را من هیچ گاه فراموش نمیکنم. امیدوارم که از خدمت حبیب برمیگردم و بعد یک جای زندگیمون را باز دوام میدهیم. خیلی زلخمار، باوری دارم که انتظارم میشوی. هر کی خورد یخماسه اگر دارد اخلاصه از درد و غم خلاصه. یخماس بیا بچه، یخماس بیا بچه. بید بچه ها بیاید، بید یخماسی نوار بگم. بید حاضر بچه ها اینش از تو. الان اینش از تو. خب خوش مونه. سلام علیکم. سلام علیکم. همیشه دا شما نباشم اگر گذاشته میردی ها؟ نه اکا، نخو ما شما رو ندیده گذاریم اکا. حاضر اکا، حاضر اینا حق شما اکا. هوپا تشکر. خب سلامت باشید اکا. صبر کن، تو هم یک دهن شیرین کن. کنی گیر. بارک الله. بارک الله. هر وقت که گذاشتی مرا فراموش نکن، برای کارت. فراموش نکن. بارک الله. یخماس بیا بچه، هر کی خورد یخ. ایوبوف بختاور. من. نسیموف عظمت. امینوف نازیم جان. من. عبدالرحمانوف فیروز. من. فوزیلوف پرویز. احمدوف شادی. من. با طرف راست گرد، با قدم با پیش.
من جونی من چی خیر؟ نفس؟ سوز؟ سلامتی خوب؟ کجا میره جون؟ من برات سیب آوردم. کاری تو چی؟ گیر سیبایت رو؟ یا بارک دلی مرا گوش کن جون. گوش نمیکنم. گوش نمیکنم. نه گوش نمیکنم. میدونی من بارتا کی؟ نه. میدونی من بارتا کی جو سیب آوردم؟ نمیدونم. گوش کردن هم نمیخواهم. میگیری؟ نمیگیرم. خای حالی میبینی سبیل ماند باز سر شد چراغ کشی که این تمام شود سبیل ماند زندگی بینو سبیل ماند همین تاریکی همین برق که یک استا پیدا می شود که این ترانسفرماتر را ساز می کند که همه مردم در روشنی شینند از برای ثواب آخه تاکای این دوام میکرد یک ساعت برق هست یک ساعت نیست آدم عصبا همه ویران شد دا تقدیر بود است چیکار کنیم السلام علیکم مراد جان در همین جا بوده خانه رفتم کفته نیافتم گفتم کجا باشد در همین جایی خیریت یافتم تنجی مراد جان میبینی که چراغ مرد است ده در تاریکی انا التماس هوا یک رفته تا سحر بمونیم چی استاد مراد جان یک کاری ضرور دارم همون همیشه باید نوشته تمام کنم همین تا نزد ترانسفرماتور رویم من یاردمت میکنم یک حیات ترانسفرماتور غم داده یک حیات مراد جان التماس کاری ضرورم هست من یاردم میکنم خای پولت بعد میگیری ما گشته میبینیم من یاردم میکنم شدی من انا بخير ويستا
رفتگی امور خانم امورگی ها تینجی همسایه ها تینجی چی گپ شده است سلام علیکم چی گپ سوی زده است اکای حمید بای یا خدای توبم اکای حمید بای اکای حمید بای شما زنده اکای حمید بای زنده بود است یا توبه کردم خدای شما تایسان دید بیاد کنی بچه ایستید یک تا برای تاریخ یک خندیدم اکا حمید بای یک خندیدم چیز اکا حمید بای خندیده شما خندیده همه تمانیده خدای تاما بگیرم برای تاریخ اینش کی؟ این همون الکتریک بیاد کنی اکا الکتریک شما خنده اکا حمید بای میخنده ما اکا حمید بای Discarte یک بار دیگه شما نخندیده ایستاده شما زور زده ایستاده که حمید بای الکتریک آفرین الکتریک هم زنده بوده است خدای توبه کردم مردم گیره در زنده شده چی دیگه داره چند کردیدی؟ السلام علیکم زلخبار اینجا بیا لبیکه اینجا بیا زلخبار لبیکه تو از من یک طبق قرض دار خوبه که مایلش این از کی باشد؟ از پرویز وای تشکری زیاد نمیار زد تشکر ایسا گیر باز یک طبق دیگر هم قرض دار شدی 2 طبق فهمیدی این عکس رو کی برداشتید این رو کی گرفتید مرا نور میگویند نور من یگان لحظه زیبا رو نادیده نمیگذارم فهمیدی تشکر 2 طبق قروت حتما میارم اکا جان فهمیدی رو تشکری زیاد تشکر این خدمت رو فراموش نکن خیر قروت رو فراموش نکن اکا جان حتما میارم تو هستی زندگی همین است مرحمت عبدالخالق این هم درد خداوند است شفایش هم در دست پروردگار است خودش میدید تو زیغ نشو تقدیر هستی تقدیر بله است تو که همه انجام تیار است اگر یاقوم کمبودی باشد ما همراه اکای ممنظر در خدمتیم السلام خوش اومدیم خانه‌گری همین است سلامت باشید
بیا با. السلام خاله جان. اومدی خمار جان. بیا دخترم. بیا شید. بیا دخترم. بیا. تو اینقدر زیبا شده ای. با خدا که جفتی مناسبی. پرویز جانی من هستی. تو میدونی چقدر او را یاد کردم. هیچ کم نی خاله جان. همش نظم می شود. کم ترکی دیگر مونده از خدمتش. انا بود می شود. طاقت کنید خاله جان. خدا میداند که من او رو میدیده باشم. نه خاله جان. این طور نگویید. اصلا عیب او نیست. تقدیرش با مثل سرنوشتی من وزنین بوده است. به هر حال من او را بینم یا نبینم هم به هر دوی شما دعا میدهم که خوشبخت شوید. همش ناس می شود. فقط این طور گپا رو نزنید خاله جان. باور کنید همش ناس می شود. فقط طاقت کنید خاله جان. خدا خواهد زلخمار جان. السلام علیکم. آماده نباشید. خانه شناشانه میشد اینجا. برای کارتون. سلامت باشید. این قم است یا گندم؟ دختر که نتونه قینیده در خانه خوشدامن میفرما که بچهش شکر آورده. میگه او چه نانی گرم میبنده. میگه ها
ای من شکرو فوریده میگه مایل بچم میگه شکرو باشه شکرو میکنیم میبیا کلین میگه بیا شکرو میکنیم من اونو بستن گیرم تو رفته تیار کردن گیر میگه مایل اما جون میره او در حیات شکرو پکرو دیدگی نبوده است میگیره 2 کاسه شکر بود در یک کارسون میاندازه و بولش او میریزه و میکوه خشتامانش میگه کلین نونه بستن بیار کو چیزای تیار کردی میگه هازی اما جون میگه اینو آوردم تقوره او میاره پیش خشتامانش میمونه خشتامانش میگه بچه چیه میگه شکر او کن گفته شکر او کدام میگه بالا بر سرت کلین شکر او نخورده در حیاتت شکر او خیلی نمیشوه دوخ کته میشوه شکر او کرده است شکر او کرده است نفهمیده است نفهمیده است بیچاره نخورده بوده است جز میری خدا دارو و درمانی تو نیست بیماری تو برای من درد و غمه من پیشی خدا از تو دعا میطلبم ای مادری جان در 2 جهان مثل تو نیست مادر جا مادرم ای مادرم وزیلوف با شما مکتوب آمادگی لا 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 فاضلوف این مکتوب آنو میتو تشکر دیدید عبدالله خوب سلامت تشکر ای عزیز دل باز هم سلام آرزومان است که هر چه زودتر روبرو سلامت بدهم اما این شیوه هم مرا قناعت میکند زیرا آن از قلب است و صمیمی که شب و روز تمنای صحتی تو را خواهانم مکتوبت را گرفتم خواستم از مادرت شادیانه بگیرم بیمار است و بیحال پزمانت شده است و جگرش لخت من نتوانستم از نامه تو براش قصه کنم ای از تو همسر التماس نامه به او بنویس درد دلش سکوت یابد با امید دیدار خیر
نگذشتی؟ جمرم پرویز بگرین سوهل پرویز فایز و خمار امروز در خونه شما توی هست؟ ابد کجاست؟ در خونه گریه دارد. برای چی؟ میگوید که اگر رقم نیمورد امروز 21 ساله میشد. خرسند باش دختر جان، در این روز همه خرسنده میکنن. زیر باشه بچم. شام
اینجا بیا بیژن جان بیا همراه اون میروی ها با خونه اون میرویم یک جای خورسندی میکنیم تو دیگر تنها نیستی بیژن جان فهمیدی من برادر تو رفتیم خونه اون میریم خورسندی میکنیم رفتیم